فصل 13. در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت و در آنجا نشست. جمعیت زیادی به دور او جمع شد، به طوری که او مجبور گردید سوار قایقی شده در آن بنشیند، در حالی که مردم در ساحل دریا ایستاده بودند. عیسی مطالب بسیاری را با مثل به آنها گفت. او فرمود: برزگری برای پاشیدن بذر به مزرعه رفت. وقتی مشغول پاشیدن بذر در مزرعه بود، بعضی دانه‌ها در وسط راه افتادند و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه‌ها روی سنگلاخ افتادند و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شدند، اما وقتی خورشید بر آنها تابید همه سوختند و چون ریشه نداشتند خشک شدند. بعضی از دانه‌ها به داخل خارها افتادند و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند. بعضی از دانه‌ها در خاک خوب افتادند و از هر دانه 100 یا 60 یا 30 دانه به دست آمد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پس از آن شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: چرا به صورت مثل برای آنها صحبت می‌کنی؟ عیسی در جواب فرمود: قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده، اما به آنها عطا نشده است. زیرا به شخصی که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازه کافی و فراوان داشته باشد، و از آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد گرفته می شود. بنابراین من برای آنان در قالب مثلها صحبت می کنم. زیرا آنان نگاه می کنند ولی نمی بینند و گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. پیشگویی اشعیا درباره آنان تحقق یافته است که می گوید: پیوسته گوش می دهید ولی نمی فهمید. پیوسته نگاه می کنید ولی نمی بینید. زیرا ذهن این مردم کند گشته، گوشهایشان سنگین شده و چشمانشان بسته است. و الا چشمانشان میدید و گوشهایشان میشنید و میفهمیدند و بازگشت میکردند و من آنان را شفا میدادم. اما خوشا به حال شما که چشمانتان میبیند و گوشهایتان میشنود. بدانید که پیامبران و نیکمردان بسیاری آرزو داشتند که آنچه را که شما اکنون میبینید ببینند و ندیدند و آنچه را که شما میشنوید بشنوند و نشنیدند. پس معنی مثل برزگر را بشنوید. وقتی شخصی مژده پادشاهی خدا را میشنود ولی آن را نمیفهمد، شیطان میآید و آنچه را که در دل او کاشته شده میرباید. این بذری است که در وسط راه افتاده بود. دانه‌ای که در سنگلاخ میافتد مانند کسی است که تا پیام را میشنود با شادی میپذیرد، ولی در او ریشه نمیگیرد و دوام نمیآورد. پس وقتی به سبب آن مژده زحمت و آزاری به او برسد، فوراً دل سرد میشود. دانه‌ای که به داخل خارها افتاد مانند آن کسی است که پیام را میشنود، اما نگرانی‌های زندگی و عشق به پول آن پیام را خفه می‌کند و ثمر نمی‌آورد. و دانه کاشته شده در زمین خوب به کسی می‌ماند که پیام را میشنود و آن را می‌فهمد و 100 یا 60 یا 30 برابر ثمر به بار می‌آورد. پس از آن عیسی مثل دیگری نیز برای آنان آورده گفت: پادشاهی آسمانی مانند این است که شخصی در مزرعه خود بذر خوب کاشت. اما وقتی همه در خواب بودند، دشمن او آمده در میان گندم تلخه پاشید و رفت. هنگامی که دانه‌ها سبز شدند و شروع به رشد و نمو کردند، تلخه ها نیز در میان آنها پیدا شد. دهقانان پیش ارباب خود آمده گفتند: ای آقا، مگر بذری که تو در مزرعه خود کاشتی خوب نبود؟ پس این تلخه ها از کجا آمدند؟ او در جواب گفت:
این کار دشمن است. دهقانان به او گفتند پس اجازه می‌دهی ما برویم و تلخه‌ها را جمع کنیم؟ او گفت خیر، چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم‌ها را نیز از ریشه بکنید. بگذارید تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه‌ها را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند. عیسی یک مثل دیگر نیز برای آنان آورده گفت: پادشاهی آسمانی مانند دانه خردلی است که شخصی آن را میگیرد و در مزرعه خود میکارد. دانه خردل که کوچکترین دانه هاست، پس از آن که رشد و نمو کند، از بوته‌های دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می شود و آنقدر بزرگ است که پرندگان می آیند و در میان شاخه‌هایش آشیانه می سازند. عیسی برای آنان مثل دیگری آورده گفت: پادشاهی آسمانی مانند خمیرمایه‌ای است که زنی بر می دارد و با 3 پیمانه آرد مخلوط می کند تا تمام خمیر ور بیاید. عیسی تمام این مطالب را برای جمعیت با مثال بیان می کرد و بدون مثل چیزی به آنها نمی گفت تا پیشگوی نبی تحقق یابد که فرموده است: من دهان خود را خواهم گشود و با مثلها سخن خواهم گفت و چیزهایی را بیان خواهم نمود که از بدو خلقت عالم پوشیده مانده است. پس از آن عیسی مردم را مرخص کرد و خودش نیز به منزل رفت. شاگردان عیسی پیش او آمده گفتند: معنی مثل تلخه‌های مزرعه را برای ما شرح بده. عیسی در جواب گفت: کسی که بذر نیکو می‌کارد پسر انسان است. مزرعه این جهان است و بذر نیکو تابعین پادشاهی خدا هستند و تخم‌های تلخه پیروان شیطان میباشند. آن دشمنی که تخم‌های تلخه را کاشت ابلیس است و موسم درو آخر این دنیا میباشد و دروگران فرشتگان هستند. همانطوری که دروگران تلخه را جمع می‌کنند و می‌سوزانند، در پایان این جهان هم همینطور خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع می‌کنند و در کوره‌ای مشتعل خواهند افکند، جایی که اشک می‌ریزند و دندان بر دندان می‌افشارند. در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که در مزرعه‌ای پنهان شده باشد و شخصی تصادفاً آن را پیدا می‌کند. او دوباره آن را پنهان می‌کند و از خوشحالی می‌رود تمام اموال خود را می‌فروشد و برگشته آن مزرعه را می‌خرد. پادشاهی آسمانی همچنین مانند بازرگانی است که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود. وقتی که مروارید بسیار گرانبهایی را پیدا کرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید. و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری است که ماهیگیری آن را در دریا انداخت و از انواع ماهی‌های مختلف صید نمود. وقتی تور از ماهی پر شد، ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهی‌های خوب را در زنبیل جمع کردند و ماهی‌های بی مصرف را دور ریختند. در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان میآیند و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته، آنها را در کوره‌های مشتعل می‌اندازند، جایی که گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد. عیسی از آنها پرسید: آیا همه این چیزها را فهمیدید؟ شاگردان پاسخ دادند: آری. عیسی با آنان فرمود: پس هرگاه یک معلم شریعت در مکتب پادشاهی آسمانی تعلیم بگیرد، مانند صاحب خانه‌ای است
که از گنجینه خود چیزهای تازه و کهنه بیرون می‌آورند. وقتی عیسی این مثلها را به پایان رسانید، آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد که همه با تعجب می‌پرسیدند: این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده است؟ مگر او پسر یک نجار نیست؟ مگه نام مادرش مریم نمی باشد؟ آیا یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا برادران او نیستند؟ و مگر همه خواهران او در اینجا با ما نمی باشند؟ پس او همه این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ پس آنها او را رد کردند. عیسی به آنها گفت: یک پیامبر در همه جا مورد احترام است جز در وطن خود و در میان خانواده خویش. عیسی به علت بی‌ایمانی آنها معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد.